در دادگاه شهر خوجند مرافعه پرونده دو وکیل سابق مجلس شهری استقلال تباشر پیشتر شروع گردید که به دادن پاره و قلابی عیبدار می شوند. وکیلان سابق مجلس شهری استقلال تباشر پیشتر سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف را تفتیشات پیشکی برای دادن پاره عیبدار دانسته است. همچنین خانم شریفزاده برای قلابی نیز عیبدار می شود. این دو نفر را حدود 4 ماه پیش در خوجند کارمندان آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان دستگیر نمودند. زمان تفتیش پرونده تا حال آنها در محبس نگهداری می شوند. اکبر اسماعیلوف ساکن شهر خوجند و شریک دو وکیل مجلس شهری استقلال تنها برای قلابی عیبدار دانسته شده است. تفتیش پیشکی پرونده این گروه 3 نفری را آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان انجام داده است. یک مقامی ریاست این آژانس در شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی روز 5 سپتامبر در این باره گفت: ارزش مسئولیت پیشگی کرده یک مرد که دو چشم زده دو تا ادکتی اجتماعی خصوصی کنه میتونیم که پول کلام و حقیقت روزی چقدر دلار پول شکست فریب کردگی چند سال آموزش گذشته مردی که بیچاره فریب کرده گشتن گستگی نام که عاقبت مرد مجبور شده اجنسی ریسپوبلیک مراجعه میکنه. کارمنده اجنسی ریسپوبلیک اون وقتی سنجش سر میکنه حالت قانونشکنیش آشکار میشه با مقصد همین حالت آشکار نشدن $2000 آمریکایی فورا پیشنهاد میکنه. کارمنده اجنسی ریسپوبلیک دستگیر میکنه. همین که پرونده جنایی منابع نزدیک به بازبینی این پرونده در دادگاه خوجند به رادیوی آزادی گفتند که شخصی خریدار باغچه کودکانه و لاگری بچگانه در ناحیه جبار رسولوف توسط دو وکیل مجلس شهری استقلال و شریک آنها مؤمن یعقوبوف صاحبکار از شهر خوجند می باشد. به گفته این منابع یعقوبوف برای خصوصی گردانیدن این ابیکت های دولتی با میانه روی دو وکیل محلی و شریک آنها گویا به آنها $280,000 داده است. ولی عیبدار شونده ها در مرافعه دادگاهی این ادعا را بی‌پایه نامیده رد کردند. تهمینه رحیمова و وکیل دفاعی سعادت شریفزاده روز سه‌شنبه 5 سپتامبر بعد انجام جلسه دادگاهی در صحبت با رادیوی آزادی گفت: سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف ساکنان شهر خوجند بوده زمانی باز شدن پرونده به صاحبکاری مشغول بودند. رفشان حسنوف قبلا مدتی در شهر استقلال زیسته در آنجا خانه و درهم داشته است. باز شدن پرونده علیه دو وکیل مجلس شهری استقلال و به محبس انداختن آنها زمانی تفتیش قضیه برای ساکنان و مقامات این شهر غیر چشم داشت بوده است. نیسا عمرova مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه در حکومت شهری استقلال روز 5 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ساکنان این دو نفر را همچون شخصان خیرخواه و سخاوت پیشه می شناختند.